که حس آبادان شکست گفتن میخواین بریم مستقیم بنیانگذار جمهوری اسلامی این خبر رو بدیم. کی باید این کارو بکنه؟ برادر عزیز بزرگوارمون جناب سردار محسن رضایی رو محمول این کار کرد. گفتن چطوری بریم؟ گفتن یه F5 زین بکنین یه نفرشون ببره. گفت بابا F5 که موتور وسپای که فلان حرفا. رضایی گفت اینو. آره من به خودم این حرفو زدم. گزارش خوندم ولی این حرفشو نشیدم. این چون قبلا هم گفتید اینو میگم ما برون مرزی رفتیم 5 دقیقه یه بام میذارن اینشو برون مرزی گفتیم بشه. حسین یزدان شناس رئیس عملیات حق شناس حسین نه یزدان شناس حق شناس معاون عملیات بود ولی حق شناس بردتش. آقا از من بپرس حسین یزدان شناس الان خودش اینو تعریف که الان زنده از در قید حیاته. حق شناسون که با جیب چپ کرد از اون میاد. حسین حق یزدان شناس ایشون میذاره کابین عقب F5 میاره تهران 3 تا پلاستیک پر میکنه بعد با آمبولانس و برانکا میبرن. یه سرباز واقعیه ما قبولش بریم جای صاحب میره حالا نمیخواد کاری بکنه.